بابا همینجا یک پایشونه دیگه بابا نیایی کاشیم بابا کاشیم دیگه بشینم اینجا میای بشیم اینجا بابا دیگه اینجا آوردم با کجا بیارم نگو گیلا بشیم یک دقیقه انا خیریت کجا گیلا چکاره جمع دور بابا گریه نکو بابا دیگه مر کدر بده کدی بابا چکاره گیلا کوکو خدا بد نده چکار شد از این گریه ساده بکنی بابا من نمایم تو گیلا دام خود درست واکو پیار تو نما تو چی باشه پیار مزن من دست 100 روز نداره بالا برا زن تو بالا برا خود تو سال به 12 و پیار ما یک سر گپ میزنه که دست را خمر تو کی بلار کرده شما من باید کرده گیلا که بلار کرده من زن گیری تو که پیار جمع کنه یا مادر بر جمع کنه صادق خدا کاکا یک اجازه نداره کاکا جون پوستا گیر بندازیم تا کوچه کبر بله شهر خربیزه البته تو چی حق داری به سر کاکا این گپ میزنی و دست کاکا تو نمیجا گوش کن دیگه نه یک بابا بسرا که به خدا بیا این در سرا ملک خیش بکنم پارچه رو میکنم دور بکی که گولی چکلو کدو دور به بر رسوندو کاکا شما وقتی کاکا هایده وقتی جون پوستا گیر بندازیم به کوچه خودی سر دارم بسته شو بیاین کاکا دور کلون کدو دور به بر رسوندو که تو اینجا مرا سرا خونه خدا کنی از زندگی خدا کنی کاکا جو سرا و خونه از اون نیه او چی حق داره از شما نه کاکا خیره باشه جوش نزنیم یک دفعه نه بیر بکی که گولی چکلو کدو خیره باشه کاکا جوش نزنیم اون سر نه کاکا جیش تو جیش نزنو این بکی که گولی چه زرد کشی تو کلو کدو زحمت از این کشی دو این خونه دار کدو نه کاکا برسه کنیم نه چی گپه بود؟ یال روز کاکامه گیلک و زنی و کاکام را از سراخ و بدر کده به خاطر چی؟ نمیفهمم گیلک بیار بدم سراخ قیق داد کشیده که بگیریم کاکا خو من میرم خو نپرسیده کاکا خو به خاطر چی بدر کده؟ ولی که کاکام خیلی گیره میکنم کاکا سه کنیم خاطر چی بیرون کدم که بپرسن کاکا خو چی گپه؟ نمیفهمم کاکا خاطر چی شمار بیرون کدم؟ خاطر من حال کار کردن نمیتونم پای افتاد شدم پیرمرد شدم کار کردن نمیتونم میگم تو 24 ساعت شده خیلی چه به من لوکک نمیر که ما بخوریم تو چه بزن me گپ میزنی تو چه بزن میگی چای به من بیارن که پاسا وای تا تو نیستی که شما زحمت کشیدیم نور کلون کردیم دیگه نباید این کارو بکنه من تا تویستم زن شهری تا تویستم من بزدم یعنی دستم به سر شما بالا کدم کاکا من تو زدن که درون نمله کدم با بیلو این زحمتی که کشیدیم دیگه چی شدید چی دیگه؟ برباد شد زندگی من برباد شد روزگار من برباد شد بخاطر زن خود شما رو بزده کن کاکا به چی امید با خونه خواهروس یاردن که خیر ببینم خیر باشه کاکا جو بازن گیره نکنه یک کار خود شما میکنیم دلمای بطرقه گیره نکنیم دلمای بطرقه کاکا نگو که گریه نگو گریه کو که دل تو بطرقه زیترکه تا به زمانی که زنده ای و همینجا خونه شما نه ما به خدمت شما نه تو بدیدی که هر روز هم به سخت و سرخ دست بالا کنه 33 بالا بچه به سفیه خواهد دست بالا کنه این روزگار هم بدیدی این بدبختی هم بدیدی یعنی هر روز شما رو بزده شما رو بزن خاک به سر ازیش خدایم در و در کنیش تو دست بالا کرد به سر شما خب مثل پیاری بودین حالا سر از اینا با میشه پیرزری با میشه تشویش نکنیم کاکا جان 33 بالا شما با هم رد همون تا عروس همون تا بچه عجیب شرایط شده که یان حالا اگه کلون خورده کسی کنه ای برام بمرم اینا
اینا فکر میکنن کار خوبی میکنم دیگه. خیر باشه کاکا جان، اینجا ما به خدمتیم، اینجا خونه شمانه، هر گپ سخن داشتیم اینجا ما به خدمتیم. خدا ما تیر کنیم کاکا جان اینجا دیگه، نمایه که بریم 480 از اونا دور خونه. به پیار خواهم یک زنگ بزن که بیایه بگو کاکا مر بیرون کردم بیا آماده. عماله دیگه پیار تو بده کنه اون است خبر نداره. هر کس بود بگه جو کسی به خونه نیم هم 124 ساعت میام میگم ما چمار با کمکا بگیریم سگو کینه جهل این مردم هم بفتاده همی میگه برای با کمکا بگیریم. او محمدین اومده میگه با آقا جان تو کار داره. محمدین اومده؟ بگو بیایم به خونه بگو فرمایید. خوبه. یا الله بفرمایید. یا الله بفرمایید. سلام علیکم کیسه. شما اولا بخیر، سلامت شما خوبه؟ سلامت شما زور بخیر. زنده باشین، سلامت باشین. تنم لولو دین ما. شیال داره بخیر. شما خوبه بخیر، طرف شما خیریت بخیر. سلامتی. زنده باشین. زنده باشین، سلامت. باور کنیم لولو دین اومد مال بره بچه گفتم هر کی بود در و نکو. بس کمی همین مردم ما رو امروز ما نمیگذاره. همی میگه به کیسه ما با کمکا بگیریم. همی میگه به کیسه چرا ما فلانی بگیریم ما نگرفتیم. همین 24 سال می فکر مخشوش خدای مردم. راست میگم واقعا خیلی کار میکنه شما. چیکار کنیم؟ اینقدر مردم همگی دست اینا بگردن شما نمیخوان شما که مگرم هر کار دارم پیش شما میایم اگه کمک میایم اگه مشکلی دارم. حالا کم وکیل صاحب من یک مشکلی ما برخوردیم. چی مشکل خدا وقت نره چی کاره باز هوا برارا جنجال کردی. چرا؟ نه وکیل صاحب همین تو دلم نمیسیزه به این ماما گگمه. چیکار شما؟ همین بچه ماما نه همین بچه ماما گیلک هسته. خو خور به درد دیوانگی زده بگرفته پیار خور از سرا بیرو کرده. پیار خور از سرا بیرو کرده؟ پیار خور از سرا بیرو کرده اور بیرون انداخته زده اور بیرون انداخته دیگه گفتم من خونه نیایی تو. برفتم برای میگم چرا این کارو میکنی شروع کرده به زدن و دادن مکلمه چسبیده. من میگم گناه داره آخه تو پیار خور بیرون میکنی. من چه کار کنم وکیل صاحب دست ازی دیگه کسی رم نداره. اصلا میفهمی گپ چیه لالا؟ ما مردم که بچه‌ها خود دومات میکنیم نگاه نمیکنیم که به کجا دومات کنیم. کل فساد او زنه. او زن او بروز نمیگذاره. زن برای میگه که مثلا اگه پیار تو میگه میگه کور برار میکنه. همین دفعه اول از اینه او شد دیگه پیار وقت بیام پیش ما دم دفتر ما. راست میگم. من از او پرسان میکنم که چرا آخی بیرو کردی؟ چه کار کرده این مرد ریش سفید برای تو؟ به زن تو برقه میگه، من چون به زن دو میده، به زن میگه برای من چای بیار، برای من نون بیار. این نوکر از اینه، من نوکر آوردم برای از این. همون قدیمی ها گفتم که به صد خون دل کلون کردم درختی که به سایه بشینم گاه وقتی. اولک این بنده خدا پیار از این به صد هوا سرمونش دومات کرد، آخر هم تو سکری چکا کرد. یک پوره چیزی بودی کلون کرد. اولک خلاص موز به کجا است ساله؟ به خونه نی از خونه بیرون شد برای همین سرکار خوب گلخونه. تو وقت کاری مگه دفعه بشی خیر بینیم وکیل صاحب. وقتی که برای ما مشکل حل میکنه اول خدا. وقتی کار بکنم موقع پس بیاره به خونه از خطم بگیریم که دیگه بیرون نکنه خونه. کنه ان شاء الله برای من تیار میکنه. برو جلو خواهش میکنم ببخش. وای سیکو با پیار مادر خو چقدر احترام داریم، چقدر به زنها احترام میگیریم. این شرایط شده سیکو پیار خور بس در سرا بدر کرده. خدا شما را هدایت کنه. بابا چی رقم پیردری من این رقم پیردری ندیدم من به هیچ جا ندیدم. پیار مانی بابا. سال بعد من زن کردم که مگرم سال بعد 12 ما خدمت پیار بر بکنه. او بیار هفته و او کو ما چون سر مر بشیر با من او گرم کو ما چون نون مایم دعا مر بدی چرا تا سرا لمشته چرا تا پیاله چای داره ما چون چرا دیگی تشوره دیگ بی نمکه چی رقم ببار کنه مریضی تیار نی میگم که خیره دیگه یک زبونگیری نکن دیگه بابا. انا برو من پیشم کاکام هم اینجا قرار که دیگه عمر خودم اینجا باشه.
ها وکیل مرتکا که وکیل صاحب میگم تدام سویانی وکیل صاحبم در سرا مر میگم بیایه خوبه بله سلام علیکم وکیل صاحب اشتنه وعلیکم خوبی خیریت سلامتی سلامت باشین زنده باشین خوشحالی بله بفرمایید میخونه که چای بخوریم وکیل صاحب زنده باشین سلامت باشین میگم بله شما یک ذره فهم و درک دارین درد ندارم شکر الحمدلله تیارم وکیل صاحب او گپ نمیگم لالا جیگر تو چرا پیار خواه خونه بدر کردی آها وکیل صاحب پیار ما با ما پیاری نیه یعنی چی که پیار یعنی با تو کم خدمت کرده وکیل صاحب شما زن میگیریم که تا شما زن شما دست پیار شما به عذاب باشه چرا زن من دست پیار بازا باشه پیار من چیکار میکنه برای سال به 12 ما پیار ما برا در زن مردوی میده بونه میگیره ما چون دیک خرابه تاثرا نجاروه کاسا نشوه آخر گفتیم بابا جان یار گذاری ما نمیشه ما زنی نگرفتیم که بیام 24 ساعت جواب شما رو بده و برام فلان و بهمدان آخه همون پیاره که تو گپ ازو نمیزنی همون پیاره که وقتی مثل تو ولی جوان بوده خب همین مشکلات ها این مصیبت ها رو همه بدیده که تو تا حال ریسافه چرا کلی اول کمتر کار میکنه کلی بونگیری میکنه تو مجبوری که پیار خود جمع کنی هیچ مجبوری نیم وکیل هیچ مجبوری تا دیرو پره رو جمع کردن دیگه ازی بیشتر نمیتونم از زن خود از خود دق کنم آخه همون زنه که تو اسم زن میگی همون زن پیار تو بر عمر خود تا ایران به چاکنی پول پیشکش رو خلاص کرد پول مجلس رو کرد پول تمام مصارف تو داد خب پیاره دیگه حق داره به سر ما خب پیار دیگه بچه هم دیگه پیار حق داره به سر تو مجبوری که وکیل صاحبی که گپی نشد دیگه پیار حق داره به سر ما به سر پیار حق داریم ما نزبادار که عروسی خوربه کردیم دیگه من پیار خود یک وقتی نزبادار کردم عروسی پیار خوربه یا من نکردم دیگه من کنه بدم حالی پیار تو به کجایه؟ به خونه کاکامه چرا به خونه کاکا تو؟ من نمیتونم جمع کنم کاکامه سعی چی میگم برای تو خب؟ بله این تا حال خود سینه سپر میکنی فکر ازی بکن که اون پیارم تو رو میته جوان تیار کرده نه وکیل صاحب من نوکر شما نمیگم نوکر من نمان که تو نوکر باشی نوکر پدر خو باش برو احترام پدر خود داشته باشد تا دیروز داشتین دیگه بیشتر دیروز امروز نه تا زنده بشی وظیفه هر اولاده که احترام پدر مادر خو مگرم داشته باشه به خونه کاکا خوب بردی میری عاجل هنمی ساعت ور میخزی میری پیار خو میداری به خونه که اگه این کار نکنی مگر همی سراخ راجی بفروش از این منطقه بری بفهمیدی نفهمیدی همین سرار مگری بفروشی بری از این منطقه ما تو آدم دیگه به منطقه اگه پیار تو نباشه به احترام پیار تو نباشه به این منطقه راه نمیدم وکیل صاحبی تر از این که پیار مخونه زن مخونه بره به خونه مادر خو زن تو زن اینه که خواسته باشه و پیار تو خدمت کنه فهمیده شد چی گفتم بله من رفتم خداحافظ فقط این شای میام دم سرا تک تک میکنم ببینم که پیار تو دارم در جلوی ما با کنه فهمیده شد نه فهمیدی بله برو پناه تو به خدا